هرگز گفت داشت کاری که میکنه پرش نمیکنه. یعنی دخترها دوست دارن که سوار شن. اصلا عجیب و غریب. عجب. عجیب و غریب. آره. اصلا با چی درستش کردی؟ هوندا سرویس 5 مبل، اهرام دوش هموم، پایه مبل، سپر پیکان، فرمون اسپورت، جعبه فرمون پرای، صندلی اداری، سرشوری آرایشگاه مردونه، موتورم هوندا سرویس 5. ولی تا پایکو منو میبره کندمان رفتم آش خوردم با این کندمان رفتی؟ آره. با این پارچه خانوما که به اصطلاح از پارچه فروشی که واسه مجلسیه کاور کردم روی اینا. بوق گذاشتی براش. این بوقش اینه. چه جوری میزنه بزن؟ دنده عقب داره این؟ متاسفانه نداره ولی کار نشد نداره. امین جمشیدی متولد 1360 صادر از کرج. از اونجا انتقال دادم که اینجا دنده عوض میکنم. وگرنه دندش این بود. اینا 4 تا پایین 4 تا خلاص. الان با این چه جوری دنده میدی؟ حالا اینم همین 4 تا پایین 4 تا بالا. تا حالا کسی خواسته ازت بخره؟ خواستن که آره ولی من نتونستم قیمت بدم. نمیدونم بخدا. اگه مثلا یکی بگه 1 تومن ازت میخرم. نه حالا بحث 1 تومنش نه. 1 تومن که به هر حال آدم انصاف داشته باشه. خب زیاده. خب ولی آره. کجاها رفتی باهاش؟ دورترینش همون کندوان بوده و اینکه همین شبا هم مثلا یه دور تو عظیمیه.